سلام، امیدوارم که حال و بالت عالی باشه. خیلی خوش اومدی به یه ویدیوی جدید و تازه تر در چنل روانشناسی تاب و شکن. سوالی که مطرح کردم این بوده: آیا آشنایی خیابون تصادفی یا برنامه‌ریزی ذهنیه؟ تا انتهای ویدیوی آموزشی امروز با من همراه شو که بریم ته قضیه رو با همدیگه در بیاریم. قلب قرمز رو بزنید، چند تا سابسکرایب هم داشته باشید. قبل هر چیز یه مورد رو روشن کنیم با هم دیگه. تصادفی بودن معنیش این نیست که هیچ نیرویی در پس اون وجود نداره. ببین، مغز ما الگوجوه، دائم دنبال پیدا کردن الگوهای خاص هستش، دنبال چشم‌ها، رفتار چشم‌ها، حرکت چشم‌ها، رفتارها و همیشه دنبال یک سری سرنخ‌هایی هستش که احتمالاً منجر به اتصال اجتماعی هم میشن. ببین، بعضی از آشنایی‌ها واقعاً محض شانس ممکنه باشن، بعضی‌ها محصول تصمیم لحظه‌ایمون هستن و برخی هم نتیجه شرایط. خب، حالا که اینها رو فهمیدیم، بریم سراغ این مسئله که چرا مغز ما آشنایی خیابونی رو جذب می‌کنه. 6 تا عامل کلیدی اصلی تو این زمینه وجود داره که میخوام بهتون یادش بدم. اول سرنخ‌خوانی هستش. خیلی نمیخوام وارد اصطلاحات روانشناسی بشم که حالا بخوای یه مقدار گیج بشی توی این مورد. ببینید، مغز انسان دائم میاد اطلاعات محیطی رو بررسی میکنه. چیزهایی که میبینید به مغز منتقل میشه، دریافت میکنه. مثلا مثل چی؟ مثل نگاه، مثل ژست، مثل لباس، مثل بادی لنگویج، که این سرنخ‌ها میتونه خیلی سریع توی تصمیم گیری تاثیر داشته باشه. آیا طرف مثلا بالقوه جذابه یا نه؟ توی خیابان وقتی کسی ظاهرا مثلا سازگار و آماده حالا ارتباطات باشه، مثلا لبخند میزنه، تماس چشمی رو برقرار میکنه، نه بیش از حد، ببینید مغز یک علامت امکان اتصال رو میاد به وجود میاره، یا اینطور بگم این چشمک میزنه، کلا این سیگنال چشمک میزنه، اینجور بهت بگم. مورد بعد آماده سازی ذهنی هستش. ببینید، اگر که تو قبل از خروج از خونه یه حالت اجتماعی و آشنایی جویی رو داشته باشی، مثلا لباس مرتب بپوشی، ببین انرژیت مثبت باشه، چون همونطور که میدونیم فرکانس ها همدیگه رو جذب میکنن و اینطور بگم خیلی راحت همدیگه رو پیدا میکنن فرکانس ها. حالا اون فرکانس میتونه خوب باشه یا میتونه خوب نباشه. هدف برای تعامل وقتی مشخص باشه، ناخودآگاه محیط رو جور دیگه‌ای میخونی، جور دیگه‌ای برات چیدمان میشه. یعنی این یعنی تو خودت رو آماده شروع مثلا یک اتفاق خوب مثلا کردی، یک تصادف خیلی خاصی رو، تصادف ارتباطی منظور هستش، تو ایجاد کردی و میتونی ازش استفاده کنی. بریم سراغ سیگنال های اجتماعی. ببینیم آیا سیگنال های اجتماعی هم مؤثر هستن یا نیست. آدم ها با ظاهرشون، با رفتارشون سیگنال میفرستن. مثلا سیگنالی که میفرستن: من قابل اعتمادم، من خوش اخلاقم، من بد اخلاقم، من جذابم. ببینید، این سیگنال ها در مکان های عمومی مثل خیابون خیلی مهمه. به خیلی از این آشنایی ها وقتی که سیگنال ها با هم تطابق پیدا کنن شکل میگیرن. همون چیزی که توی اپیزود قبلی بهش اشاره شده دقیقاً اینجا تایید میکنه صحبت ما رو. نظریه عمل برنامه‌ریزی شده. ببینید، رفتار اجتماعی، مثلا نزدیک شدن به یک شخص غریبه که بخوای باهاش صحبت کنیم، تابع نگرش، هنجارهای اجتماعی و اون کنترل ادراک شده هستش. و یعنی اگه نگرش تو مثبت باشه، اون هنجارها همگی یه جا جمع میشن و شرایط و محیط رو کاملا میاد فراهم میکنه برای اون آشنایی و اون ارتباط جدید و تو کامل حسش میکنی و نیاز نیست کار خاصی رو انجام بدی. بریم سراغ اثر مشاهده پذیری. ببینیم که این مشاهده کردن چطور میتونه تاثیر خودش رو بگذاره. ببینید، توی خیابون فرصت بسیار زیاد، یعنی پر از فرصت‌های کوچیک و بزرگ تعامل هستش. تو صف نون وای میری، توی مغازه و فروشگاه مثلا برای خرید کردن میری، توی بانک میری و هرچی محیط شلوغ‌تر و شلوغ‌تر و چشمگیرتر باشه، این احتمال داره که دو نفر در مدار هم دیگه قرار بگیرن و بتونن با هم تعامل بیشتری داشته باشن، خیلی بیشتر میشه و افزایش پیدا میکنه. مخصوصا وقتی که هر دو تا در حال حرکت و در حال آماده
بودن اجتماعی باشن. این هم یه مورد دیگه. مورد بعد تصمیم گیری سریع بر اساس اون هزینه فایده. خب ببینید در عرض چند ثانیه آدم ها محاسبه میکنن ببینن که مثلا اگه باهاش دوست بشم سودش چیه، نفعش چیه، ضررش چیه، آیا خوبه، آیا بده. خب این محاسبه ها خیلی ساده و ناخودآگاه صورت میگیره، ممکنه تو اصلا خودت هم متوجه نشی اون لحظه. و اگر که ببینید مثلا سود بالقوه داشته باشه، گفتگو، شماره، لبخند، اینها سریع شکل میگیره و میری تو دل اقدام کنی، یعنی سریع اقدام هم میکنی براش. بریم برای قسمت بعد. 3 تا حالت آشنایی خیابونی وجود داره اینجا که از کاملا تصادفی تا تقریبا برنامه ریزی شده هستش. این 3 تا حالت رو باید بلد باشیم هممون. تصادفی خالص یعنی 2 نفر واقعا بدون هیچ گونه آماده سازی و برنامه ریزی با هم روبرو میشن. مثلا بارون میگیره، شما میرین یه گوشه وای میسین، مثلا برای که خیس نشین، یک نفر دیگه میاد، یه خانومی میاد چتر داره و شروع میکنه به صحبت کردن در مورد بارون امروز. چرا مثلا تو چتر آوردی، چطور یادت بوده، میدونستی، نمیدونستی؟ این خب کاملا این زیاده، اما نادرتره که به یک ارتباط پایدار و طولانی مدت برسه، چون کاملا تصادفی بوده دیگه. مورد بعد تصادفی محتاطانه طور هستش. ببین توی یه وضعیتی هستی که آماده تعاملی، مثلا کارت ویزیت تو دستته یا توی یه کافه هستی که خب آدم خیلی راحت اونجا دارن با هم صحبت میکنن و یه زمینه اجتماعی اونجا برقرار میشه، بنابراین یک حالت تصادف یافته هستش، یه کوچولویی اینجا میشه گفت برنامه‌ریزی هم شاید توش دخیل بوده باشه. و مورد سوم تقریباً برنامه‌ریزی شده تر هستش. ببینید تو عمدن توی مکان‌هایی که احتمال آشنایی بیشتر وجود داره حضور پیدا می‌کنید. مثل کجاها؟ مثل نمایشگاه‌ها، مثل رویدادها، بازارچه‌ها، کلاس، دانشگاه، حالا محیط کار، اینها. و ببینید در واقع اینجا یک انتخاب هوشمندانه هستش این برخورد یا این حالا آشنایی که به وجود میاد و بهترین شانس هستش برای اینکه بتونید تبدیلش کنید به یک حالت پایدارتر. بریم بخش بعد. مهمترین قسمت در یک آشنایی چی هستش؟ شاید خیلی از ما شاید حالا ندونیم که واقعا چه چیزهایی همیشه اولویت داره توی این آشنایی که در خیابون شکل میگیره. ببینید هر گونه آشنایی خیابونی باید با احترام باشه و حفظ حریم شخصی و رضایت باشه و تا وقتی که شخص مقابل رضایتی نداره به هیچ عنوان نباید از اون حدود عبور کنیم. و مورد بعد این که تکنیک ها یا رفتارهایی که باعث ناراحتی طرف میشه، دنبال کردن های بیمورد توی کوچه پس کوچه ها واقعا نباید باشه. خیلی باید به این دقت داشته باشید، چون کاملا از دید روانشناسی و از دید اجتماعی هم کاملا اینها رد شده هستن. پس بهتره که ما بدونیم در کجا و به چه صورت میخوایم یک ارتباطی رو ایجاد کنیم و توی فرهنگ ما و توی فضای عمومی این که اون حفظ حریم های شخصی و داشتن ایمنی 2 تا از نکات بسیار مهم و اولویت دار هستش که میشه گفت شروط اصلی هست و باید حالا چه آقا و چه خانم کاملا به این مورد اشراف داشته باشن و بدونن که در کجا باید این موارد شکل بگیره. ممنون که تا انتهای ویدیوی آموزشی با من همراه بودید. اگر که موضوع خاصی، چون که ما مشاوره نداریم، مشاوره حالا چه در تلگرام باشه یا فضای دیگه رو به هیچ عنوان چون فرصتی نیست نداریم، اگر هر موضوعی ذهنت رو درگیر کرده خوشحال میشم که کامنت بذاری اون موضوع رو بنویسی و مطمئن باش که در خصوص اون موضوع برنامه ساخته میشه. ممنون که تا انتهای ویدیو آموزشی امروز با من همراه شدید.